دوستان ما یک پیام به تمام مسلمانان در هر جای دنیا هست برشان میدونم که دوست عزیز باور بکنین امی علمایی که در افغانستان هستن با یکی خود محبت داریم صمیمیت داریم دیدین خواهی صاحب احبک فی الله ابو صاحب احبک فی الله و احبک فی الله و احبک فی الله و احبکم كلهم. یعنی ما الحمدلله در بین خود و ما بسیاری وقتا مزاق‌ها و خندای خود نشر نمیکنیم، بین خود دوستی داریم، محبت داریم، صمیمیت داریم که شما بسیار تخریب نید. تو حالا سبیا کت خود هستن اگر امیال شما برین از دکتر سبیات پرسان کنید اول ما در خدمت خود میگم ما چلنج میدم که امیر دکتر سبیات بر پرسان کنید بگو بهترین دوست کی است من مطمئن هستم میگه استاد دارم. اگر از آب سبیات پرسان بکنید بگید بهترین دوست کی است ما از خود گپ میزنم میگه که اگر از متوکل سه پرسان بکنید من مطمئن هستم سر خود از خود اول شاید سر خود میدم که خودم میکنم تیره بگم چون من اینا را دوست دارم از قلب خود و به خاطر دین. اگر از کوثر سه پرسان بکنید ما در بین خود صمیمیت هم داریم، دوستی هم داریم. بعضی کسا بر ما اول میرسن که استاد دایی والا رابطه دکتر استاد خوب کی رابطه خوب رابطه نکرد کلی الحمدلله خوبه کل ما نشیشتیم. یعنی بخش مادیش دوستا پیش میگردن بخش معنویش ما یعنی علما سیدی کلی نشر میشن دوستی داریم محبت داریم رابطه ما دین است رابطه ما ایمان است و دیگه خود دوست داریم. بعد مجلس ها میشینیم حالا امیال در کوثر خانه شرف نان خوردیم کل ما از خانه کوثر تا اومدیم یعنی در پیسه دار ما خان ما مرغام کجا ملک ما یعنی که شیشتر نان خوردیم اینجا اومدیم برنامه گرفتیم در یک میشیشتیم نه در بین ما کدام عداوت است نه کدام دشمنیت کل ما که خود دوست داریم. علما الحمدلله با اتحاد هستیم با اتفاق هستیم. هر برنامه‌ای که از آبی سیباش اولین نفری که دعوت میشه من هر برنامه‌ای که از مولوی متوکل بوده اولین نفری که بوده ما بودیم. هر برنامه‌ای که از استاد کوثر بوده یا قاضی صاحب بوده از دکتر صاحب بوده ما در اون برنامه کل ما رفتیم شیشتیم محبت داریم دوستی داریم صمیمیت داریم. همین تخریباتی که بعضی کسان میکنن که ما در بین خود دوستی نداریم کل ما الحمدلله دوستی داریم. بتین دست اتفاق دوستی نداریم.